بیوتیلند. سلام، اینجا گروه آرایشی بهروز. من ناصر نجاتی با شما هستیم تا تفاوت دستگاه هیدروفشیال وگنر با نمونه مشابهش رو بررسی کنیم. اولین و بارزترین اختلاف دستگاه وگنر با نمونه مشابهش میتونیم به موتور دستگاه یعنی قلب دستگاه اشاره کنیم. دستگاه وگنر از یک موتور دو پیستونه با تقویت موتور که به همراه دو تا خنک کننده موتور استفاده شده، ولی در نمونه مشابه میبینید که فقط موتور به صورت تک داره کار میکنه و از خنک کننده یا پشتوانه استفاده نشده. دومین تفاوتی که میشه روی دستگاه بهش اشاره کرد فنی هستش که روی دستگاه وگنر روی برد دستگاه گذاشته شده که دستگاه در تایم طولانی مدت استفاده که میشه برد به هیچ عنوان داغ نمیکنه، ولی در دستگاه مشابه همچین فنی جایگذاری نشده. سومین تفاوتی که میتونیم خدمت شما عرض کنیم فیلترهای کار شده داخل دستگاه وگنر است که دستگاه وگنر برای ورودی و خروجی میزان آبش از فیلتر استفاده کرده، ولی در دستگاه مشابه از یک فیلتر برای ورود آب استفاده شده. چهارمین تفاوتی که میشه بهش اشاره کرد و خیلی مشهود است در داخل دستگاه تقسیمگر دمیر دستگاه است که در دستگاه‌های کپی از دمیر دستی استفاده شده، ولی در دستگاه وگنر از دمیر برقی استفاده شده که تقسیمگر به صورت برقی و اتومات تقسیم بندی مخازن انجام میده. و پنجمین تفاوتی که روی این دستگاه میشه به اون اشاره کرد در دستگاه وگنر از سنسورهای هوشمند برای هندپیس‌ها تعبیه شده و در نمونه ساده فقط به صورت دستی میشه اونها تنظیم کرد. مرسی از همراهی شما بیوتیلندی های عزیز. برای دیدن ویدیوهای آموزشی بیشتر میتونید کمپانی بیوتیلند رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.